خبرهای مهم و کوتاه امروز یک شنبه. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداره ریاست الوزراء در دیدار با رئیس شرکت توسعه ملی گفت اجرای پروژه‌های بزرگ مانند کانال قوشتپه از اولویت‌های مهم امارات اسلامی است. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء میگوید امارات اسلامی خواهان روابط خوب و تعامل مثبت با همه کشورهای جهان است. شیخ شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم در جلسه کمیته بین الوزارتی در مورد معدن مس عینک بر آغاز زودهنگام کار عملی استخراج معدن مذکور تاکید کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که هیئت مسلکی ریاست باستانشناسی طی تحقیق چند روزه خویش 15 منطقه باستانی را در خواجه دکو، فیض‌آباد و مرکز جوزجان شناسایی کرده اند. سفیر امارات اسلامی در مالزی با رئیس انوسیتی بین المللی وحدت مسلمین در آن کشور دیدار و در مورد روند آموزش افغانان در بخش‌های بانکداری اسلامی و برخی موضوعات دیگر گفتگو کردند. کار ساخت سرک جدید شهر غزنی به ولسوالی اجرستان عین ولایت تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. مسئولان مدیریت ترافیک ولایت میدان وردک میگن که درآمد این بخش نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. امروز 26 خانواده مهاجر از طریق تورخم، یک خانواده از طریق پایگاه انگور پکتیکا و 8 خانواده از طریق پل سیلک به کشور بازگشتند. جلسه مشترک مابند 307 تن از فارغ التحصیلان 16 مدرسه علمیه در مسجد عیدگاه مرکز ولایت فرا برگزار شد. اعمار 2 دیوار استنادی و 10 بند کوچک آبی در ولسوالی شورابک ولایت قندهار آغاز شده است. چهارراهی‌های مهم جلال آباد مرکز شهر ننگرهار مجهز به دوربین‌های امنیتی و به طور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت. وزارت زراعت و مالداری میگوید که یک مجتمع زراعتی و مالداری در 500 جرب زمین در ولایت ننگرهار ساخته می شود. وزارت امور داخله میگوید که 10 اراده وسایط نقلیه را در پل چرخی ترمیم و مورد بهره برداری قرار داده است. و خبر آخرین که صدامین روز از ادامه جنگ بین ارتش رژیم صهیونیستی و مجاهدین فلسطینی در غزه می شود و در 24 ساعت گذشته بیش از 100 فلسطینی در حملات شدید اسرائیل زخمی و یا به شهادت رسیدند.